مهاجرانی که در اینجا کار میکردند، احوال مهاجران در اینجا خیلی هم بد است. بعد خیلی که در سامانهایی میبینید، در سامانهای اینترنتی، در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام و دیگر چه مردم گرسنه هستند، بیکار هستند. بو برزم همه اینها پلی پاتنت، پلی رجیستراسیا، پلی کوارتیرا. نو مردم در حال حاضر صفت زندگیشون خیلی هم بد است. بعضیشون کار میکنند، چخیلی که به همه معلوم است، تنها مگزین های پروداکتوی، مگزین های خوراکوری و اپتека کار کرده شده است. مردمی که در مگزین های پروداکتوی کار میکردن کار کرده شدند و بسیاری مردمی که در دیگر جاها کار میکردن در عین حال بیکار، در عین کرانتین قرار دارند. و مردمی که کار میکنند در حوزه در عین حال در دیگر جاها هم با ماسک، لباسی الوهیده، گرچنده که بر ضد ویروس نباشد، هم لباسی الوهیده برای کار و با محلول ها استفاده میکنند. با محلول بسیارتر با محلول سپیرت مدیسینسک سپیرت استفاده میکنند مردم. من خودم که در اینجا در مغازه خوراکوری کار میکنم، اول وزنش در اون که با لباس مخصوص و با دستپوشون ماسک نقاب کار کرده شدیم. نه اینکه مثل پیشتر با کلینت با مزاج هم صحبت شدن، میبیاد میگیرد میرود. خیلی هم صحبت شدن، با اون دستی سلام کردن نیست.